بسم الله الرحمن الرحیم. میریم سراغ فصل پنجم. فصل پنجم حساب مستقل وجوه عمومی و همون در واقع خزانه داری هستش. بچه ها ببینین توی این کتابتون یکی از فصلاش که همین فصل 5 هست حساب مستقل وجوه عمومی خزانه را توضیح داده. یعنی حسابای مستقل ما چند تا توی خزانه داریم، فقط قسمت حساب مستقل وجوه عمومیشو گفته، مثلا حساب مستقل وجوه اختصاصی و سپرده و اینا هم داریم توی خزانه، ولی فقط حساب مستقل وجوه عمومی که برای خرجای کلی و جاری دستگاه‌های دولتی هست و آورده. الا این پس هر کجا اسمی از خزانه اومد بدونیم مال فصل 5، اما فصل 6 مال خرجای جاری دستگاه ها رو آورده، فصل 7 مال اختصاصی دستگاه ها رو آورده و حالا فکر کنم فصل 7 مال عمرانی باشه، بله عمرانی دستگاه رو آورده، فصل 8 اختصاصی دستگاه ها رو آورده و فصل 9 بازنشستگی و سپرده دستگاه ها رو آورده. پس این 9 تا فصلی که ما داریم هر کدومشون یکی از این حساب مستقل ها رو حسابداریشون رو براتون توضیح میدن. فعلا میایم سراغ فصل پنجممون. فصل 5 مهمترین فصل میتونم بچه، بیشتر فصل 6 هست، اما الان چون دیگه به صورت تستی ما داریم میگیریم همه این فصل ها براتون مهمه، خصوصا اینایی که حل کردنی دارن. خب فصل 5 حساب مستقل وجوه عمومی خزانه. پس هر کجا اسم حساب مستقل وجوه عمومی دیدین بدونین سوال مال خزانه داری هستش. خزانه داری چیه؟ ببینین کلا توی دولت ما یه سری دستگاه ها و وزارت خونه ها داریم و یه خزانه داری داریم. خزانه داری در واقع همون زیر نظر وزارت امور اقتصاد و دارایی میشه که دیگه همه خرج ها و دخل ها از طریق این به دستگاه های دولتی ارجاع داده میشه. خب و خزانه فقط محل دریافت پرداخته ها، خزانه خودش نمیره مثلا درآمد مالیات وصول کنه یا گمرک بگیره و غیره، فقط محل دریافت وجوه از این دستگاه ها و وزارت خونه هاست و محل توزیع وجوه. خب حالا معادله مبنای حسابداری تو این حساب مستقل نقدی کامله، یعنی مبنای پنجم. معادله مالیش میشه چی؟ میشه دارایی مساوی با بدهی به اضافه مازاد تخصیص نیافته. این معادله مالیش هستش. معادله مالی و معادله بودجه‌ای ما داریم از این به بعد. یعنی چی؟ ببینید معادله مالی همونایی است که شما توی اصول 1 خوندین. اونا حسابای مالی بودن، حسابای واقعی بودن، پیش بینی و برنامه ریزی نبودن، اتفاق افتاده بودن، رویدادهای مالی رخ داده بودند. خب اما معادله بودجه‌ای معادله است که مربوط به برنامه ریزیه. یعنی ما پیش بینی کردیم، برنامه ریزی کردیم که این میزان درآمد وصول کنیم، این میزان هزینه باید خرج بکنیم. پس ما توی مؤسسات خصوصی بحثی به عنوان معادله بودجه‌ای نداشتیم اصلا، و اما تو دولتی ها داریم، چون یه سری اصولی هست که باید رعایت کنیم. مهمترینش هم اصل کنترل بودجه‌ای بود دیگه. باید دقیقاً بودجه‌ای که تصویب میشه رو کنترل کنیم که آیا جای خودش هست یا نه. پس باید حسابداریشو انجام بدیم، وگرنه که از دستمون ممکنه فرار کنه، در بره دیگه، نفهمیم چه کردیم. خب میایم سراغش. معادله بودجه‌ای چیه؟ معادله بودجه‌ای تو خزانه داری کل اینه ها، تو مؤسسات دوباره یه جور دیگه است. پس معادله بودجه‌ای تو خزانه اینجوری است که بگه درآمدهای پیش بینی شده که قرار دستگاه ها بگیرن چقدر هست، مساویس با اعتباراتی که مصوب کرده مجلس برای این دستگاه ها چقدر هست، تفاوتش میشه مازاد بودجه یا کسری بودجه. همون مازاد و کسری که معمولا میگن دولت کسری داره یا مازاد داره، این همونه. خب حالا چرا درآمد رو سمت بدهکار نشون داده؟ بچه شما تو اصول 1 یادتون هست دیگه، دارایی که سمت راست بود بهش میگفتیم بدهکار، بدهی و سرمایه که سمت چپ بودن میگفتیم بستانکار. حالا ما اینجا بدهی و مازاد که سمت چپه مثبتاشون رو میگیم بستانکاری. برای بستانکاریشون قسمت مثبتشونه و بدهکاریشون منفی، یعنی افزایششون بستانکاره، کاهششون بدهکاره. اما معادله بودجه‌ای رو نگاه کنین، نوشته درآمد پیش بینی شده سمت راست، یعنی درآمد پیش بینی شده افزایشش بدهکاره، کاهشش بستانکاره. چون همیشه این قانون رو داریم دیگه، اون چیزی که سمت راسته
میشه بدهکار افزایشش و کاهشش میشه بستانکار. ولی چرا درآمد اینجوری شد؟ مگه ما نخوندیم اصول یک که درآمدها افزایششون بستانکار زیر مجموعه سرمایه بود، افزایش دهنده سرمایه بودن و بستانکار بودن، و چرا اینجا شد بدهکار؟ دلیلش اینه که این میخواد بیاد بسنجه درآمدهای واقعی رو، پس باید برعکس درآمد باشه، چون قراره باهاش مطابقت داده بشه. ببینیم چقدر تفاوت داریم. درآمد واقعیمون که بعداً قراره وصول بشه با این درآمد پیش بینی شده چقدر تفاوت داره. پس بنابراین چون قراره ما مغایرت و اینا بتونیم بگیریم، باید ماهیتش هم برعکس باشه. اگه ماهیتش عین درآمد باشه خب نمیتونیم تفاوت بگیریم. دو تا بدهکاری رو که نمیتونیم از هم کم کنیم، یا دو تا بستانکاری رو. باید یه بدهکاری یه بستانکار باشه که بتونیم از هم تفاوت بگیریم. بنابراین درآمد پیش بینی شده ماهیتش میشه مثبتش بدهکار، منفیش بستانکار. اما اعتبارات مصوب چیه؟ اعتبارات مصوب همون اجازه خرجی هست که مجلس به دولت میده. تصویب میشه در واقع که هر بخشی چقدر خرج بکنه. خب پس بنابراین اینم هزینه است دیگه، اما هزینه پیش بینی شده است. این چرا بستانکاره؟ این چرا سمت چپه؟ این دلیلش این هم مثل همون درآمد است. اینم قراره هزینه ها باش مقایسه بشه، هزینه های واقعی. خب هزینه های واقعی شما اصول یک خوندین، افزایششون بدهکار، کاهششون بستانکار. اما این چون بستانکاره، اینم میخواد تفاوت رو با اون بسنجه برای ما. پس بنابراین اعتبارات مصوب سمت چپ هست و افزایشش بستانکار، کاهشش بدهکار. حالا تفاوت این دو تا عدد درآمد و اعتبار مصوب میشه مازاد بودجه‌ای. خب اگه مازاد بودجه‌ای سر جاش باشه، یعنی افزایش یعنی بستانکار باشه، یعنی مازاد واقعا. ولی اگه منفی شده باشه یعنی بدهکار باشه، یعنی کسری. خب مازاد یعنی چه؟ یعنی درآمدهایی که پیش بینی کنی بیش از هزینه‌هایی که میخوای خرج کنی باشه و پس میشه مازاد. ولی اگه کمتر بود درآمدمون میشه کسری. پس مازاد بودجه‌ای رو ما اینجا مینویسیم، اما مثبتش همون بستانکاریشه و منفیش یعنی کسری بودجهش میشه بدهکاریش. حالا میایم سراغ ثبت هایی که اینجا ما داریم. بچه‌ها یکم سرفصل هایی که اینجا میخونین جدیده براتون. تنها راهی که یاد بگیرین اینه که چندین بار هم جزوه رو ببینین، هم با فیلم، و خصوصا همون روشی که گفتم قبل اینکه کلاس بعدی تشکیل بشه شما یه نگاه روی 23-4 صفحه بعدی هم بکنید و بیان. حتی با اینکه یاد نگیرین مطمئن باشین خیلی تو یادگیریتون اثر بیشتری داره. خب میام سراغ ادامه. پس اولین رویدادی که رخ میده، حالا دیگه نمیتونم بگم رویداد مالی، رویداد بودجه‌ای یا مالی که رخ میده چیه؟ اینه که تصویب و ابلاغ بودجه از مجلس به دولت انجام بشه. بس ببینید دولت لایحه بودجه رو مینویسه، میفرسته مجلس، حالا تصویب شد در مجلس و حالا ابلاغ شد به دولت. وقتی ابلاغ میشه به دولت دیگه میتونیم تو خزانه داری، اینا ثبتایی است که کجا انجام میشه؟ ثبتایی است که در خزانه داری تو حساب مستقل وجوه عمومی داره انجام میشه. حالا اینجا ثبت میکنه، میگه چه؟ میگه من رویداد مالی که برام رخ نداده، هیچ حساب مالی من، دارایی بدهی چیزی من تغییر نکرده که، پس بنابراین ثبت مالی من ندارم، اما ثبت بودجه‌ای دارم. ثبت بودجه‌ایم چی میشه؟ خب تصویب شده برای من یه سری درآمدهایی که پیش بینی شد رو تصویب کردن مجلس و یه سری اعتباراتی که مصوب شده رو تصویب کردن و تفاوتش حالا میشه مازاده. مازاد البته کتاب بیشتر به اینم میگه مازاد تخصیص نیافته، ولی اسم درستش اینه که برای قسمت بودجه‌ای بگیم مازاد بودجه‌ای، برای قسمت مالی بگیم مازاد تخصیص نیافته. البته شما حالا براتون فرقی نمیکنه، هر کدومو گفتین اشکالی نداره چون کتابتون هم اینجوری بود. پس چی نوشتم؟ درآمد پیش بینی شده، فرض کنید 1 میلیون پیش بینی درآمد داریم، 800,000 تومان اعتبار مصوب داریم. خب تفاوتش میشه 200 تا بستانکاری مازاد بودجه‌ای. حالا اگه برعکس بود، اعتبار مصوبمون 1 میلیون بود، درآمدمون بود مثلا 700 تا، بعد اون وقت مازاد بودجه‌مون میشد بدهکار 300 تا به اندازه تفاوت این دوتا. پس مازاد بودجه‌ایتون بچه‌ها فقط به خاطر در واقع تراز شدن این سنده میاد. سند رو میخواد برای ما تراز کنه، جمع بدهکار برابر بشه با جمع بستانکارا، همین. و سند مالی هم نداره، فقط بودجه‌ای داره. این از اولین رویداد، دیگه نگفتم رویداد مالی، اولین رویدادی که رخ میده اینه، اینم ثبتشه. حالا رویداد دومی که رخ میده چیه؟
تغییرات بودجه است. ببینید بچه‌ها همیشه هر وقت که مجلس به ما یه بودجه میده دیگه تموم نمیشه کار، ممکنه بعداً حالا به شرایطی پیش بیاد طی سال که ما از قبل نتونستیم پیش بینیشون کنیم. خب اینها رو هم ما باید بیایم تغییراتش رو اگه میخواد انجام بشه حتما با اجازه مجلس انجام بدیم. یعنی نمیتونیم من بیام یه هزینه اضافه انجام بدم یا یه درآمد جدید داشته باشم بدون اینکه به مجلس بگم انجام بدم. همه چیز باید زیر نظر مجلس باشه. پس بنابراین اگر خواستم افزایش بدم بودجه رو، معمولا وقتی میگیم افزایش اعتبار مصوب منظورمونه. ببینید بچه‌ها، چون درآمدها حتی اگر بیشتر هم وصول بشه مشکلی پیش نمیاد، ما حتی اجازهش هم از مجلس نداشته باشیم ولی مثلا بهمون گفتن درآمد مالیاتی فرض کن 1,000,000 وصول کن، پیش بینیشون این بوده، حالا ما به جای 1,000,000 وصول بکنیم هیچ اتفاقی نمیفته، حتی مجلس هم اجازه نده. نه البته درآمد جدید اگه بخوایم کسب کنیم، مثلا یه راهکار جدیدی داریم میدیم، مثلا بیایم اجاره خونه‌های خالی رو بگیریم فرض کنید، مالیات بر درآمد خونه‌های خالی رو بگیریم، این مالیات رو دیگه مجلس باید اجازه بده که ما آیا بگیریم یا نگیریم. ولی اگه همینجوری میگه مالیات بگیرین، قبلا بوده قانونش، دیگه نیاز نیست دوباره بخوای بری بگی من میخوام این درآمد اضافه هرم بگیرم اجازه بده ها. ولی خرج اگه میخوای بکنی حتما باید اجازه بگیری از مجلس. دولت باید هر خرجی میخواد بکنه که اضافه بر بودجه و تصویب قبلی هست باید دوباره اجازهش از مجلس بگیره. خب حتی کم هم اگه میخواد انجامشون بده باید اجازهشو بگیره. پس هر تغییری که میخواد تو خرجاش بده، حتی میخواد اصلاحی انجام بده، حتی میخواد کمش کنه زیادش کنه، باید اجازه بگیره. خب اینجا میخواد اضافهش کنه. گفته چی؟ اضافه شدن بودجه رو که همون اعتبارات مصوب هست در واقع داره اضافه میشه، بهش میگیم متمم بودجه. پس افزایش یا متمم بودجه مثلا بیاد میگه 100,000 تا افزایش اعتبارات از محل 80,000 تا افزایش درآمد پیش بینی شده جدید میخوایم بدیم. پس حالا مجلس تصویبش میکنه، دوباره ما بهمون ابلاغ میشه به عنوان خزانه داری و میایم ثبتش میکنیم. 100,000 تا اعتبار مصوب زیاد شد، درآمد پیش بینی شده هم شد چی؟ 80,000 تا. مازاد بودجه اینجا بدهکار باید بشه تا سند من تراز بشه، در واقع اینجا یک کسری 20,000 تایی میاد. حالا اصلا اگر سوال فقط گفته بود 100,000 تا میخوایم اعتبارات رو زیاد کنیم، نگفته بود درآمدمون هم 80 تا زیاد داره میشه، خب اون وقت چی میگفتیم؟ میگفتیم اعتبار مصوب 100,000 تا بستانکار، 100,000 اعتبار مصوب بستانکار، مازاد بودجه‌ای 100,000 بدهکار. چون مازاد بودجه‌ای فقط برای اینه که بیاد این سند رو تراز کنه دیگه، کسری و مازاد رو نشون میده. پس دیگه درآمد پیش بینی شده اگرم نباشه حتی اشکالی نداره، یعنی ما کسری دولتمون میره بالاتر که میخواد یه خرج اضافی رو مجبور مثلا انجام بده بتونه انجام بده. این میشه متمم بودجه یا افزایش بودجه. اما اگر کاهش داشته باشیم به چه صورته؟ اگر که کاهش هم داشته باشیم تو اعتبار مصوب، باز هم گفتم باید چی اجازه بدیم؟ مجلس اجازه بده. خب فرض کنین گفته 50,000 تا کاهش در اعتبارات مصوب به دلیل کاهش 60,000 ریالی در درآمد پیش بینی شده تصویب بشه. حالا میتونه دلیلش کم شدن درآمد باشه یا نه اصلا ما میخوایم سیاست صرفه جویی در پیش بگیریم و میخوایم یه سری از هزینه‌هامون رو کم کنیم. اگه مثلا دولت خواست این کارو بکنه با اجازه مجلس میتونه. پس ثبتش میشه چی؟ اعتبار مصوب داره کم میشه، کاهشش میشد بدهکار دیگه. دیدین اعتبار مصوب افزایشش بستانکاره، کاهشش بدهکار، پس شد بدهکار. درآمد پیش بینی شده هم گفت که کم بشه، درآمد پیش بینی شده هم افزایش بدهکار بود، حالا که میخواد کم بشه میشه بستانکار. مازاد بودجه‌ای هم که نشسته فقط بیاد این سنده رو تراز کنه برای ما. پس بنابراین ما 60 تا بستانکاری داریم، 50 تا بدهکاری، چه کنم تراز شه سندم جمع بدهکار بستانکاریش برابر بشه؟ 10,000 تا بدهکاری میخوام. پس مازاد بودجه اینجا میشه 10,000 تا بدهکاری، نشون دهنده کسریه برای این قسمت. خب این هم کاهش بودجه. میتونه اصلا بودجه کم و زیاد نشه ولی اصلاح بشه. باز اصلاح هم اگر بخواد بشه بچه‌ها باید با اجازه مجلس باشه. مثلا فرض کنیم ببینیم بودجه امور و فصل‌های مختلفی داره، میخوایم از یه امور یه فصل کم کنیم به یه فصل دیگه اضافه کنیم. پس فرض میشه گفته از امور رفاهی میخواد از اعتبارات مصوب امور رفاهی کم بکنه به امور آموزشی مثلا اضافه کنه یا به امور دفاعی اضافه کنه یه امور دیگه. خب از یکی کم کنه به یکی اضافه کنه. خب شما کافیست این ثبت بودجه‌ای میخواد دیگه، مالی که نمیخواد.
بودجه میزنی میگی از اعتبار مصوب مثلا رفاهی بیا کم کن 20000 و به اعتبار مصوب آموزشی اضافه کن 20000. ببین قرار شد از رفاهی کم بشه به آموزشی اضافه بشه، پس اعتبار مصوب آموزشی رو اضافه میکنه. پس اعتبارات مصوب بچه‌ها زیر مجموعه خیلی دارنده. اگه داخل اینها هم ما بخوایم اصلاحی انجام بدیم باز گفتیم باید با اجازه مجلس باشه. من یه بار دیگه معادله بودجه‌ای رو اینجا آوردم، گفتم درآمد پیش بینی شده سمت راست، اعتبارات مصوب و مازاد حالا بودجه یا کتابتون میگه تخصیص نیافته اشکال نداره، اینم بیا سمت چپ. ماهیتاش هم نوشتم. اونایی که سمت راسته شما میدونین دیگه افزایش بدهکارن کاهش بستانکار، اونایی که سمت چپند افزایش بستانکارن کاهش بدهکار. اما حالا میخوام روند تصویب بودجه رو برای شما بگم. ببینین اول بار مجلس گفتیم که لایحه بودجه که دولت بهش میده رو تصویب میکنه و ابلاغ میکنه. خب پس بنابراین ما بعد ابلاغ یه حسابی به نام اعتبار مصوب داریم، اما این اعتبار مصوب فعلا قابل خرج کردن توسط مؤسسات دولتی و وزارتخونه ها نیست. چرا نیست؟ چون هنوز اون درآمدهایی که ما فکر میکردیم وصول نشده که من پول ندارم بخوام بهشون چیزی بدم. پس بنابراین هنوز اون اعتباری که مصوب شده قابل خرج توسط دستگاه ها نیست، باید تخصیص پیدا کنه که اصطلاحاً بهش میگیم اعتبارات تخصیص یافته. اعتبارات تخصیص یافته پله دوم اعتبارات مصوبه. خب به این صورت که این اعتبارات مصوب سقفش به اندازه اعتبارات تخصیص یافته سقفش به اندازه اعتبارات مصوبه. یعنی اگه اعتبار مصوب شما مثلا 1 میلیون باشه، اعتبار تخصیص یافته کمتر از 1 میلیون میتونه باشه، نهایتا برابر. خب اینجا ببین نوشتم قرمز کوچکتر مساوی اعتبارات مصوب. ماهیتش عین همونه ها. اعتبارات تخصیص یافته هم افزایشش بستانکار کاهشش بدهکار. خب تازه وقتی تخصیص پیدا میکنه، کی حالا تخصیص پیدا میکنه؟ معمولا وقتی که درآمدها رو وصول کردیم، مثلا اول سال حالا یه سری درآمدها باید وصول بشه، اگه واقعا نداشتیم میریم قرض میگیریم از بانک مرکزی، به عنوان دولت قرض میگیریم و خرجه این مؤسسات دولتی رو میدیم، چون بالاخره خرجا که هست، حالا ممکنه درآمدها نباشه، پس بالاخره باید جورش کنیم. اما پله پله که میریم جلو بعد تصویب تخصیص هست که تخصیص دیگه که کی برای کی انجام میده؟ خود خزانه دولت هست که میاد میگه من خب اینقدر درآمد وصول کردم، بیام بر اساس اون اعتبارات مصوب که هر کدوم حق دارن این مؤسسات خرج بکنن یه مقدار بهشون تخصیص بدم. فعلا یکی مثلا 20% بهشون تخصیص بدم تا دوباره درآمدهای بعدی بقیه‌اش رو تخصیص بدم، که سقف گفتیم اعتبار تخصیص یافته میشه اعتبار مصوب. حالا تازه وقتی تخصیص میده باز نشون دهنده این نیست که پول رو داده بهشونا، نه، میگه حالا شما حق دارین تا 20% اون چیزی که تصویب کرده مجلس براتون رو شما دستگاه ها یا وزارتخونه ها بیان از من به عنوان خزانه داری پول بخواین. چجوری؟ درخواست باید بدین با سند و مدرک، بگین برای چی میخواین خرج کنین و چه کاری دارین تا بهتون بدن. پس بنابراین همینجوری هم بهشون پول نمیده، باید درخواست کنن. بعد که درخواست کردند و قبول کرد خزانه، اون وقت پرداخت میکنه بهشون. پس پله سوم این میشه اعتبارات پرداخت شده. پس ببینیم 3 تا پله برای اعتبارات داریم توی خزانه داری. اول مصوب میشه از مجلس به دولت، بعد تخصیص پیدا میکنه از خزانه به دستگاه ها، ولی هنوز پول نمیده، فقط میگه حق داری اینقدر ازم پول بخوای. و بعد دیگه با درخواست اونا و اینکه بگن ما چه کار میکنیم و التماس کنن، اون وقت بهشون پرداخت میشه. پس کدومش نقد شده؟ این اعتباره پرداخت شده، یعنی رویداد مالی دیگه اینجا رخ میده. ببین وقتی پرداخت میشه رویداد مالی رخ میده، چون پول رد و بدل میشه و حسابای مالی که شما اصول یک خوندی اونا درگیر میشن. خب این از معادله بودجه‌ای. حالا میان سراغ بحث تخصیص اعتبار، یعنی پله دوم که براتون گفتم. خب تخصیص اعتبار چیه؟ تجویز یعنی اجازه استفاده از مبلغ معینی از اعتبارات مصوب در دوره زمانی مشخص، معمولا 3 ماه یک بار و به صورت تجمعی. پس چی شد؟
ببینین اعتبار مصوبه رو مجلس تصویب کرده، حالا من خزانه داری تجویز میکنم، اجازه میدم یه مقدار معینی از این اعتبارات مصوبه حالا شما بیاید توی یه زمان مشخصی استفاده کنید. این زمان ها معمولا 3 ماه یک باره. تجمعی هم هست یعنی چی؟ یعنی مثلا من ابلاغ اعتبار تخصیص یافته 3 ماهه اوله که میکنم فقط مال 3 ماه اوله، ولی وقتی 3 ماه دوم 3 ماه اول تو فرض کنی 500,000، خب 3 ماه اول پس فقط مال خودشه. اما اگه گفتم 3 ماهه دوم بشه 900,000، منظور از 3 ماهه دوم یعنی تجمع 3 ماه اول و دوم با هم از اول تا اونجا هست، تا اون تاریخ هست. پس اگه گفتم 900,000 یعنی چقدرش فقط مال 3 ماهه دومه که باید ثبت بشه؟ میگیم 900,000 منهای 500 تای قبلی. پس 500 تا مگه نگفتم مال 3 ماهه اول باشه. پس یه بار دیگه میگم فرض کنین تخصیص اعتبار 3 ماهه اول 500 تاست، خب این فقط مال 3 ماه اوله. اما 3 ماهه دوم یعنی فصل دوم سال اگه گفت 900 تا هست، این 900 تا فقط مال فصل دوم تنها نیست، تجمعی از اول سال تا اونجا بیان میشه همیشه. پس میگیم 900,000 منهای 500 تای 3 ماه اول مساوی با 400,000، فقط 400,000 مال 3 ماهه دومه. یا مثلا اگه گفت 3 ماهه سوم میشه 1,500,000، همش مال 3 ماهه سوم نیست، 3 ماهه سوم از 3 ماهه اول و دوم و سوم با هم شده 1,500,000. پس من باید 1,500,000 رو منهای 500 تا برای اولی و 400 تا برای دومی کنم که بشه جواب 600 تا. 600 تاش فقط مال سومی است تا الی آخر. پس حواستون باشه که اعتبارات تخصیص یافته به صورت تجمعی میاد بیان میشه. ثبتش چیه؟ ثبتش توی خزانه داری کل بازم حساب بودجه‌ایه، یعنی اصلا اتفاق مالی رخ نداده، رویدادی رخ نداده، حرفیه، فقط میاد میگه اینقدر حق داری ازم پول بخوای، همین. پس بنابراین میگه جاری با دستگاه‌های اجرایی بدهکار اعتبارات تخصیص یافته بستانکار. اعتبار تخصیص یافته دیدین دیگه، پله دومی بود، ماهیتش هم عین اعتبارات مصوب بود، زیاد که میشد بستانکار. فرض کنید 600 تا هست. و چی بدهکار؟ اینجا به جای اینکه من از اعتبارات مصوب کم کنم بریزم به تخصیص یافته، بعضی از کتابای آقای باباجانی اونجوری بود، ولی خب بعد تغییرش دادن، گفتن که بهتره اعتبار مصوب رو تکونش ندید، بذارید ببینیم که کلا مصوب ما چقدر بوده، ازش کم نکنی، به جاش بیا از حساب واسطه‌ای به نام جاری با دستگاه اجرایی استفاده کن. جاری با دستگاه اجرایی یعنی این دستگاه اجرایی الان حق داره با من اینقدر به اندازه 600 تا فقط ارتباط داشته باشه و پول بخواد از من، ولی هنوز پولی بهش داده نشده ها. پس این هم میشه ثبت بودجه‌ای تخصیص اعتبار. رویداد بعدی میشه دریافت تنخواهگردان از خزانه. تنخواهگردان از خزانه ما میخوایم دریافت بکنیم یعنی چه؟ یعنی قرض از بانک مرکزی توسط خزانه اتفاق میخواد بیفته. پس حساب تنخواهگردان خزانه نشون دهنده قرضی است که خزانه از بانک مرکزی میگیره. خب و یه نوع بدهی است. شما ممکنه بگی من که اصول 2 تنخواهگردان خونده بودم، اون که دارایی بود، پس چرا این بدهی شد؟ بله، ما اینجا هم تنخواهگردانی به عنوان دارایی داریم، ولی این قرضی هم که از بانک مرکزی میگیریم ما اسمش رو میذاریم تنخواهگردان، چون دوباره باید بهشون پس بدیم، به بانک مرکزی باید پس داده بشه این پولی که ازش قرض میگیره، حالا اسمش رو گذاشتن تنخواهگردان. خب ولی بدونین که این حساب بدهی است. پس وقتی بدهی باشه باید افزایشش چی باشه؟ بدهی ها افزایششون بستانکاره، چون سمت چپی بودن دیگه همیشه، و بدهکار بود کاهششون. خب پس بنابراین خب حالا ثبتش چی میشه؟ ببینید بچه‌ها، من هر وقت بخوام از خزانه برم پول بگیرم براش کیسه ببخشید، هر وقت میخوام برم از بانک مرکزی پول بگیرم به عنوان خزانه ها، براش کیسه نمیدوزم که من میخوام این پولو بگیرم، برنامه ریزی نمی کنم براش، پس ثبت بودجه‌ای نداره. یادتون باشه پس پولی که میرین قرض میکنین از بانک مرکزی، چون روال عادی نیست، ما وقتی مجبور هستیم این کارو میکنیم، بهتره که این کار نمیشد، خب ولی حالا که مجبوریم داریم این کارو میکنیم، پس براش برنامه ریزی نکردیم، پس بودجه‌ای براش ثبت انجام نمیدیم، فقط مالی میریم، ثبت مالی داره، میگیم خب پول اومده و این بدهی به عنوان تنخواهگردان خزانه ایجاد شده، پس بدهی به عنوان تنخواهگردان خزانه فرض کنید 100,000 تا میرین قرض میکنین از
بانک مرکزی. پس اسمش میشه تنخواهگردان خزانه بستانکار سرکار. پول میریزه تو بانکتون. بچه‌ها نگاه کنین، ما بانکمون با بانک اصول یکمون یه فرقی داره. اسمشون بر اساس حساب مستقل نامگذاری میشه. مثلا اینجا الان بانکی هست که تو حساب مستقل وجوه عمومیه دیگه. گفتیم حساب مستقلی که الان داریم تو این فصل کار میکنیم اسمش هست حساب مستقل وجوه عمومی. پس اسم بانکش میشه بانک تمرکز وجوه عمومی. اما اگه حساب مستقل وجوه اختصاصی رو داشتیم میخوندیم بانکش میشد بانک تمرکز وجوه اختصاصی. اگه وجوه سپرده رو داشتم، حساب مستقل وجوه سپرده رو داشتم درس میدادم، اسم بانکش میشد بانک تمرکز وجوه سپرده. پس اسم بانک ها یکم یه جور دیگه است، ولی ماهیت بانک با اون چیزی که تو اصول یک خوندین عیناً یکیه. پس حسابای مالی اگه چیزشون رو اصول یک خوندین ماهیتشون رو میدونین فرقی با اونا نمیکنه، الا این چند تا چیزی مثل تنخواهگردان خزانه و اینا که حالت خاصه که بهتون توضیح میدم چرا. پس بانکمون عین اصول یک که افزایشش بدهکار بود و دارایی بود، اینجا هم همینه، افزایشش بدهکاره و کاهشش بستانکاره. پس بانک تمرکز وجوه عمومی میشه 100,000 تومان. پول گرفتم دیگه، ببین رفتم از بانک مرکزی قرض کردم پول گرفتم، بانکم زیاد شد، بدهیم هم زیاد شد، بدهیم به عنوان تنخواهگردان خزانه نشونش دادم بستانکار، بانک هم که این بدهکار. این میشه. حالا باید اینو بالاخره تسویهش کنم. معمولا بهتره تا همون سال تسویه شه، ولی خب معمولا دولت ها هم از بانک‌های مرکزی قرض میکنند و حالا پرداخت نمیکنن. خب اگه بخواد پس بده چی میشه؟ اگه بخواد پس بده خب ثبت‌های بالا برعکس میشه. پس ثبت بودجه‌ای که اینجا زدیم گفتیم هیچی ثبت نداره، خب اینجا هم نداره دیگه. مالی چی؟ مالی اینجا گفتم بانک بدهکار تنخواهگردان بستانکار، حالا برعکس میشه تنخواهگردان خزانه بدهکار، بانک تمرکز وجوه عمومی چی؟ بستانکار. پس این هم میشه مورد چهارم تنخواهگردان خزانه. حالا میریم سراغ مورد پنجم. مورد پنجم چیه؟ برداشت از سایر حساب‌های مستقل، مثل حساب مستقل وجوه سپرده. ببینید بچه‌ها بهتون گفتم داخل همون خزانه داری ما چندین حساب مستقل داریم. یکیشون بود مستقل وجوه اختصاصی، یکیش بود مستقل وجوه عمومی که داریم میخونیندش، یکیش هم هست وجوه مستقل وجوه سپرده. گفتیم حق ندارین از یه حساب مستقل به حساب مستقل دیگه ببرین. اگرم یه وقت خواسته باشین ببرین مثل اینجا، باید به عنوان بدهی در نظرش بگیرین که پسش بدین. ببینین فرق میکنه ما همینجوری از حساب مستقل جابجا کنیم یا اینکه نه به عنوان بدهی قرض بگیریم بعد پسش بخوایم بدیم. پس این راه بدهی گرفتن اشکال نداره ها، اما همینجوری اگه بخوای از این حساب مثلا از قسمت عمرانی بریزی تو قسمت جاری یا برعکس بدون اینکه بعد بخوای پس بدی اون اشکال داره. خب ولی به عنوان دست قرض گرفتن دیگه نیاز نیست بری از مجلس اجازه بگیری، یا خودت میتونی قرض بگیری بعدا هم تسویه کنی. خب پس شماره 5 چی شد؟ برداشت از سایر حساب‌های مستقل. سایر حساب‌های مستقلی که تو خزانه هست، مثلا یکیش هست حساب مستقل وجوه سپرده. خب اینم ضبط بودجه‌ای نداره. اینم مثل بانک مرکزی میمونه که ما ازش میرفتیم قرض میکردیم. شما اگر از بانک مرکزی قرض میکردین گفتیم براش کیسه نمیدوزیم و برنامه‌ریزی نمی‌کنیم که پس ثبت بودجه‌ای نمیخواد، اینم پس نمیخواد. خب اما ثبت مالی میخواد. ثبت مالیش میشه چی؟ ثبت مالیش میشه پول گرفتم دیگه، من از اون حساب مستقله پول گرفتم، پس بانکم زیاد میشه، بانک تمرکز وجوه عمومیم زیاد میشه و یه قرض برام ایجاد میشه به نام بدهی به حساب مستقل وجوه سپرده، که این بدهی مثل بقیه بدهی هایی که میدونستین افزایشش بستانکار، کاهشش بدهکار. پس بانکمون زیاد شد، بانک تمرکز وجوه عمومی بدهکار، بدهیمون هم زیاد شد که بعدا باید پسش بدیم، بدهی به حساب مستقل وجوه سپرده بستانکار. حالا هر وقت که تسویه کردیم این در واقع پول این حساب مستقل وجوه سپرده رو داشتی که بخوای پسش بدی، اون سند بالایی رو عکس میکنی. خب بودجه‌ای که نداشت که بخوام بزنم. مالی چی؟ مالی میگی بدهی به حساب مستقل وجوه سپرده بدهکار، بانکتون بشه بستانکار، پولشو داری پس میدی، عیناً سند بالا داره برعکس میشه. این از رویداد پنجم هست که برداشت از سایر حسابای مستقل هست. حالا میریم سراغ مورد ششم. مورد ششم دریافت‌های وجوه عمومی است.
دریافت‌های وجوه عمومی چیه؟ ببینین یعنی چه؟ ببینین گفتم بهتون خزانه خودش مستقلاً پا نمیشه بره مالیات بگیره و گمرک بگیره و نفت بفروشه و اینا. چیکار میکنه؟ دستگاه‌ها و وزارتخونه‌های مختلف مسئول اینه که مثلا نفت بفروشن، مالیات بگیرن غیره. حالا پولاشون رو میریزن تو خزانه. پس ببینید مثلا شرکت نفت یا وزارتخونه که مال نفت باشه، اون حق نداره بیاد بگه که من پول نفت رو میگیرم خودم خرج میکنم درآمد منه ها. نه، اون وصول میکنه ولی حق خرج نداره. خب پس باید این رو پس بده به چی؟ بده به در واقع به خزانه. خب پس باید این رو پس بده به خزانه و اگر خرجی داشت خزانه دوباره بیاد اون پول رو بهش بده. خب ببینین پس گفتیم که خزانه خودش مستقلا نمیره درآمد وصول کنه، مثلا مالیات و غیره، ولی دستگاه‌های مختلف که این درآمدها رو وصول میکنن باید بریزن به خزانه. بعد خزانه بر اساس اون اعتبارات مصوبی که مجلس اجازه داده بهشون تخصیص بده و بهشون پرداخت بکنه. پس مثلا آموزش پرورش نمیتونه بگه که حالا چون بهش بگیم که شما چون هیچ درآمدی نداری پس خرجتم نمیدیم. پس ببین اصلا هیچ ربطی نداره که کی فقط درآمدزاست کی هزینه زاست. همه درآمدها میاد تو خزانه. از محل خزانه طبق بودجه مصوب باید بین دستگاه‌ها و وزارتخونه‌های مختلف تقسیم بشه. خب پس بنابراین خزانه محل دریافت و پرداخت وجوه دستگاهی اجرایی است. بنابراین به درآمدها نباید بگه درآمد، چون درآمد خودش که نیست، بهش میگه دریافت و به هزینه میگه پرداخت، چون هزینه هم هزینه خودش نیست، خودش که هزینه نمیکنه، میده به دستگاه‌ها هزینه میکنن. پس بنابراین خزانه فقط چیه؟ یه محل دریافت و پرداخت وجوه این دستگاه‌های اجرایی است. خب حالا اگر دستگاه‌های اجرایی درآمداشون رو ریختن به خزانه پولش زیاد میشه دیگه. پس میشه بانک تمرکز وجوه عمومی 400,000 تا بدهکار و این رو به جای اینکه بگه درآمد وجوه عمومی میگه دریافت وجوه عمومی. پس اسم درآمد نمیگه چون خودش درآمدش رو به دست نیاورده که، بهش میگه دریافت وجوه عمومی. پس مثل درآمد ها این سندا، این سرفصلا، یعنی حساب موقت عین درآمد، افزایشش هم بستانکار، کاهشش هم بدهکاره، ولی اسمش میذاره دریافت های وجوه عمومی و 400,000 تا هم هست. خب پس ثبت ما میشه چی؟ مالی، بانک تمرکز وجوه عمومی بدهکار، دریافت‌های وجوه عمومی بستانکار. چرا ثبت مالیه؟ ببین رویداد مالی رخ داد دیگه، بانکمون و حسابای مالیمون درگیر شدن. حسابای مالی همه اون حسابایی است که شما اصول یک خوندین، از جمله بانک، درآمد، غیره. پس اسم درآمد ما اینجا شده دریافت فقط. اما ثبت بودجه ما برای درآمدها دیگه نداریم، فقط همون اول بار تو اون ثبت تصویب بودجه هست که می‌نویسیم درآمد پیش بینی شده بدهکارا، همونه دیگه. بعد از اون دیگه درآمدهای واقعی وقتی میخواد بیاد توی خزانه داری ما بابتش ثبت بودجه‌ای نمیخواد بزنیم. چرا؟ چون نیاز نیست سقف درآمدها را ما رعایت بکنیم، بگیم حتما درآمد باید در این سقف باشه و تجاوز نکنه. پس درآمدها میتونه کمتر و بیشتر باشه ولی هزینه ها اصلا نباید بیشتر باشه. کمتر میتونه باشه ها، کمتر میتونیم خرج کنیم برای هزینه ولی بیشتر نه، بیشتر به هیچ وجه امکان نداره. پس ثبت بودجه‌ای درآمدها ندارند چون اصل کنترل بودجه‌ای فقط رو هزینه حساسه، میگه هزینه هات باید طبق بودجه باشه. حالا میریم سراغ مورد هفتم، پرداخت به مؤسسات دولتی. پرداخت به مؤسسات دولتی چیه؟ پس ببینید در صورت پرداخت به مؤسسات دولتی سند بودجه‌ای هم دیگه حتما نیاز هست. هر نوع پرداختی، حتی به عنوان تنخواه اگر داریم بهشون میدیم یا اینکه پول خودشون رو داریم میدیم، بس در هر صورت باید بودجه‌ایش ثبت بشه. ببینید کلا گفتیم اول اعتبارات مصوب میشه، بعد تخصیص میدیم، بعد باید التماس بکنن تا بهشون پرداخت بکنیم. پس اون التماسه حالا میشه چی؟ میشه همون درخواست وجه دستگاه‌های اجرایی. پس در صورت پرداخت به مؤسسات دولتی هم بودجه‌ای نیازه هم مالی، از هر نوعی که باشه، چه تنخواه چه پرداخت قطعی. پرداخت قطعی منظور همون پرداختی است که مجلس اجازه داده بهشون بدیم. تنخواه هم که یعنی اینکه جلوتر یه مبلغی بهشون بدیم برای خرجای اول بارشون تا بیاد پول اصلیشون رو بهشون بدیم.
خب ثبت بودجه چیه؟ پس ما باید التماس کنیم به خزانه بگیم پول به ما بده، یعنی درخواست وجه دستگاه اجرایی رو در واقع اینجا ثبت میکنیم و اعتبارات پرداخت میشه. ببین اعتبارات پرداخت شده پله سومیه بود دیگه، اول بود اعتبارات مصوب، بعد اعتبارات تخصیص یافته، بعد اعتبارات پرداخت شده. حالا اعتبارات پرداخت شده که مقابلش حساب درخواست وجه دستگاه اجرایی میشینه و حالا فرض کنیم 300 تاست. این حساب اعتبارات پرداخت شدن باید کوچکتر مساوی اعتبارات تخصیص یافته باشه، یعنی از تخصیص یافته باید نهایتاً میتونه مساوی باشه یا کمتر باید باشه. خب حالا اگر که این پولی که میخواد این 300 تا، حالا من 2 تیکش کردم، گفتم 100 تاش به عنوان تنخواه بهش دادیم، 200 تاش هم پول قطعی خودشون بوده، یعنی اون پولی بوده که مجلس اجازه داده بوده بهشون بدیم. ثبت مالیشون چی میشه؟ ببین پس ثبت بودجهشون یکسانه، چه تنخواه بدیم به دستگاه ها چه پول خودشون رو بدیم. ثبت بودجهشون میشه درخواست وجه دستگاه اجرایی اعتبارات پرداخت شده، که من یه دفعه کل این دوتا رو با هم بودجهشو زدم، گفتم 300 تا، در حالی که 100 تاش تنخواه بوده، 200 تاش چی بوده؟ پول قطعی خودشون بوده. اما مالیشون چی میشه؟ مالی ببینه این تنخواه همون تنخواهی است که شما اصول 2 خوندین، یعنی به عنوان دارایی بود، یعنی برای کارهای جزئی و اولیه دستگاه ها اول سال ما به عنوان خزانه یه پولی در اختیارشون قرار میدیم که اینو بعداً باید پس بدن. اسمش هم هست تنخواه کردن دستگاه اجرایی. پس چون دارایی بچه‌ها این دارایی، افزایشش بدهکار، کاهش بستانکار، پس تنخواه کردن دستگاه اجرایی میشه 100,000 بدهکار. خب پولمون کم میشه به عنوان خزانه دیگه، وقتی تنخواه بدم به این دستگاه ها، بانک هم کم میشه، بانک تمرکز وجه عمومی میشه بستانکار. این ثبت مالی برای قسمت تنخواه بودجه‌ای همین یه تیکه میشد درخواست وجه دستگاه اجرایی 100 تا، اعتبارات پرداخت شده 100 تا، که من تجمعی بودجه این دوتا رو زدم. میتونستی جدا بزنی، برای این یه تیکه بگی درخواست وجه دستگاه اجرایی 100,000 تا، اعتبارات پرداخت شده 100,000 بستانکار. حالا مالی برای اون پرداخت قطعیه. پرداخت قطعی یعنی چه؟ یعنی همون پولی که دیگه مجلس اجازه داده بود بهشون بدیم. خب اون چی میشه؟ بازم برای این اگه مثلا 200,000 تا بخوای پول بدی، خب بانکمون کم میشه به عنوان خزانه، ما میخوایم پول بدیم به این دستگاه، پس میشه بانک تمرکز وجه عمومی 200,000 تا بستانکار، چی بدهکار؟ اینجا نمیگیم هزینه. ببینید همونجور که برای درآمد نگفتم درآمد و گفتم دریافت، به جا هزینه هم میگیم پرداخت. ثبتش عین اونه، یعنی ماهیتش بدهکاره ها، مثل هزینه ها بدهکاره، ولی به جای اینکه بگم هزینه وجوه عمومی میگم پرداخت وجوه عمومی 200,000 تا. درست شد؟ چرا؟ چون خزانه داری اصلا حق نداری توش بگی درآمد و هزینه، چون درآمد و هزینه ها مال خودش نیست و مال دستگاه ها هست. پس این هم از این روی داد. حالا ولی فرق این پرداخت قطعیه با این پرداخت تنخواهیه اینه که این تنخواه رو باید پس بده، دستگاه ها به خزانه باید پس بدن، ولی این که مال خودش بوده رو نه، نیاز نیست که پس بده. حالا اگر که مگه اینکه اضافه بیاد تا پایان سال خرجش نکرده باشه، اون وقت باید پس بده البته. خب حالا بعد تنخواه رو باید کلا پس بده. الان نگاه کن 100,000 تا تنخواه داشتی، اگه بخوای این رو تسویه کنی و پس بدی به خزانه، باید سندش رو برعکس کنی دیگه. برعکس کردن سندش میشه چی؟ از نظر مالی خب تنخواه کردن دستگاه اجرایی و بانک رو باید برعکس بنویسید. پس بانکش میشه بدهکار، تنخواه کردن دستگاه اجرایی 100,000 بستانکار. بودجهش هم همینطور برعکس بنویسید. بودجهش چی بود؟ گفتم من دوتا رو با هم زده بودم، درخواست وجه و اعتبارات پرداخت شده که اینجا داری رو برعکسش کن. بنویس اعتبارات پرداخت شده بدهکار، درخواست وجه دستگاه اجرایی بستانکار و به اندازه 100,000 تا، به اندازه همین تنخواهی که هست. پس تنخواه کردن رو به این صورت من تسویه میکنم. حالا میایم سراغ عملیات پایان سال تو خزانه. در پایان سال باید بیایم چک کنیم این رویدادهای طی سال خزانه دیگه همینا بود که توضیح دادم براتون. حالا پایان سال تا اینجا بچه‌ها اینا هیچ کدوم سوال نبوده، مثال عدد دادم ولی هیچ کدوم اینا از جزو اون سوالایی که شما قراره میان ترم بنویسید نیست، تا سوالا در آخر این فصل آورده شده. عملیات پایان سال تو خزانه چیه؟ پایان سال باید بیای تراز آزمایشی تهیه کنی از مانده ها، مثل اصول 1. شما وقتی عملیات طی سال انجام میدادی، آخر سال که میشد میومدی حسابا رو همه رو توی تراز آزمایشی میآوردی و جمع بدهکارا و بستانکارا باید برابر میشد.
پس حساب‌های مالی موقت رو با هم می‌بندیم. بعد اینکه تراز آزمایشی تشکیل دادیم گفتیم سپس حساب‌های مالی موقت را با هم به این صورت می‌بندیم. مالی موقت چیه بچه‌ها؟ مالی موقت توی خزانه‌داری همون دریافت و پرداخته. مثل اصول یک مثلا تو شرکت خدماتی مالی موقتش چی بود؟ همون درآمد و هزینه‌ها بود دیگه. مگه درآمد و هزینه‌ها موقتش نبود؟ حالا اینجا چیه؟ دریافت و پرداخته. به جای هزینه و درآمد میگیم چی؟ در پرداخت و برای درآمد هم میگیم دریافت. این دوتا موقتن. خب شما یادتون هست تو اصول یک حسابای موقت رو میبستین به خلاصه سود و زیان، خلاصه سود و زیان هم میبستین به سرمایه. حالا اینجا به جا ما که سرمایه نداریم، به جا سرمایه گفتیم مازاد داریم، حساب مازاد تخصیص نیافته. خب حالا به جای اینکه ببندیم به خلاصه سود و زیان و بعد ببندیم به سرمایه، مستقیم ببندیم به حساب مازاد تخصیص نیافته، چون همون نقش سرمایه رو اینجا بازی میکنه برای ما. خب پس بنابراین دریافت ها تو این سوال مثالی که زده بودم 400,000 تا بستانکار بود، حالا میبندمش بدهکارش میکنم. پرداخت ها 200,000 تا بدهکار بود مثلا، حالا بستانکارش کردم. تفاوتشون هم میشه با مازاد تراز میکنم سند رو، پس به مازاد در واقع بسته میشن به جای سرمایه و با این سندمون هم تراز میشه. الان ببین جمع بدهکار و بستانکار برابره بدهکار 400,000 بستانکارمون هم شد 400,000. حالا وقتی این دوتا مالی موقت بستی دیگه هرچی مالی بمونه دیگه دائمیه، با هم بسته میشه میره سال بعد. اما بودجه یا همگی موقتن. ببین در قدم بعدی حساب‌های بودجه‌ای که همگی موقتن تو خزانه با هم می‌بندیم. پس ببین تو دستگاه‌های دولتی که فصل 6 میایم میخونیمشون به بعد، فصل 6 به بعد مال دستگاه هاست. فقط فصل این فصلی که الان هستیم فصل 5 این فقط میاد در مورد خزانه میگه هر چی حساب بودجه‌ای تو خزانه هست همگی موقتن، هیچ کدومشون دائمی نیستن. دائمی و موقت فرقش اینه که دائمی ها به سال بعد میرن اما موقت ها به سال بعد انتقال پیدا نمیکنن. پس هر چی موقت داری با هم ببند. چجوری میبندی؟ برعکسش میکنی دیگه، به سال بعد هم منتقلش نمیکنیم. سپس حساب‌های دائمی مالی را با هم می‌بندیم و در ابتدای سال بعد افتتاح می‌کنیم. ببین دائمی مالی چیه؟ ببین فقط گفتیم دریافت و پرداخت‌ها چی هن؟ مالی موقت. خب چی دیگه میمونه به غیر این؟ چیزایی که میمونه که به مالی باشن و دائمی مثل خود بانک تمرکز وجه عمومی، بدهی به سایر حسابهای مستقل، خود مازاد تخصیص نیافته. پس اینها حسابهای دائمی مالی هستن که تو خزانه داری ممکنه باقی بمونن و به سال بعد میتونن منتقل بشن. پس بعدم میتونیم باشون ترازنامه تشکیل بدیم. ترازنامه‌ش هم اینجوریه دیگه، بانک منطرف دارایی ها و بدهیمون به سایر حسابهای مستقل میشه جزو بدهی‌ها و سرمایه هم که نداریم، به جاش همون مازاد تخصیص نیافته داریم. جمع دارایی ها و بدهی‌ها و مازادمون هم باید با هم برابر باشه. این اصول یک. خب تا اینجا درس فصل 5 هم تموم شده. حالا میخوام مثال حل بکنم. اینجا نمونه سوال میخوایم حل کنیم برای فصل 5 تابستان 98 هست. سوال 2 بوده. اطلاعات زیر در رابطه با تراز مانده حساب‌های حساب مستقل وجه عمومی خزانه داری دولت در پایان سال 97 در دست است. خب حساب‌های مختلفی به ما داده. اولا باید بدونیم کدوم بودجه‌ای بود کدوم مالی. جاری با دستگاه‌های اجرایی چی بود بچه‌ها؟ و اینقدر خوب اینا را کار کرده باشین که بدونیم کدوم بودجه‌ای است و کدوم مالی. جاری با دستگاه اجرایی خاطرتون هست دیگه، زمان تخصیص اعتبار می‌نوشتیم و بودجه‌ای بود، درسته؟ بودجه‌ای بود و 4,700,000 هم بدهکاره. درخواست وجه دستگاه‌های اجرایی هست که این هم باز بودجه‌ای هست که کی می اومد؟ زمان پرداخت اعتبار بود که گفتم باید التماس بکنن تا دستگاه تا ما بتونیم بهشون پرداخت بکنیم. درآمد پیش بینی شده هم همون زمان ابلاغ بودجه بود که این هم ثبت بودجه‌ای بود دیگه، سندش بودجه‌ای است و حساب بودجه‌ای است. اعتبارات مصوب هم زمان در واقع همون ابلاغ بودجه بود، پس این هم بودجه‌ای است. اعتبارات تخصیص یافته هم زمان تخصیص اعتبار بود و بودجه‌ای بود. اعتبارات پرداخت شده هم بودجه‌ای بود. حالا این 6 تا اولی کامل بودجه‌ای نه، ولی همیشه اینجوری نیست که
به ترتیب بنویسه، اول بودجه‌ای بعد مالی قاطی می‌نویسه. شما باید تشخیص بدین کدوم مالی هست کدوم بودجه‌ای که باید متن اون درسی که گفتیم رو بدونید. خب بعد حساب بانک تمرکز وجوه عمومی هست که این حساب مالیه دیگه، درسته؟ حساب بانک همیشه حساب مالی است. مازاد تخصیص نیافته بچه‌ها تو کتابتون مازاد رو یک جا می‌نویسه، یعنی هم مالی هم بودجه‌ای همه رو قاطی میکنه. کتاب قبلی آقای باباجان خیلی عالی بودن و کتابی که پیام‌نامه نوشته اومده فقط این تیکش مشکل داره که این رو با هم آورده. بهتر بود که اینا هم جدا می آوردن، ولی خب ما هم مجبوریم مثل کتابتون بگیم دیگه. پس مازاد تخصیص نیافته رو نمیتونم بگم چقدرش مالی چقدرش بودجه‌ای فعلا، تا وقتی که حسابای بودجه‌ای رو ببندم. وقتی حسابای بودجه‌ای رو بستم دیگه هر چی که میمونه برای حسابای دائمی اون وقت میشه مالی. دریافت‌های وجوه عمومی گفتیم اسم دیگه در واقع به جای درآمد وجوه عمومی میاد و میدونیم که حساب مالی هستش. پرداخت‌های وجوه عمومی به جای هزینه وجوه عمومی میاد و میدونین که این هم حساب مالی هستش. جمع دو طرف هم برابر شده 19,450,000. گفته مطلوب است انجام ثبت بستن حساب‌های موقت و دائمی، در واقع هم بودجه‌ای و هم مالی در پایان سال. میخوایم حسابا رو ببندیم. خب بهتون گفتم که چه کنین. اولین قدم گفتم بیاین چه کار کنین، دریافت‌ها و پرداخت‌ها رو با هم ببندین و دیگه ببینین چقدر میشه. اما شما میتونین از راه دیگه هم استفاده کنین، به این صورت که حساب‌های موقت بودجه مالی رو اصلا با هم ببندین. چرا با هم ببندین؟ به خاطر کتاب که مازاد تخصیص نیافته ما رو نیامده جدا کنه، یعنی نیامده بودجه‌ای و مالی رو جدا کنه. پس همون روشی که گفتم میتونید استفاده کنید، یعنی دریافت‌های وجوه عمومی و پرداخت‌ها رو جداگونه ببندید و مانده‌شون رو ببرید تو مازاد، بعد بودجه‌ای ها رو کلاً ببندید، بعد دیگه هرچی مون بشه دائمی. یه راه راحت‌ترش هم اینه که کلاً موقت‌های مالی و بودجه‌ای رو ببندید که میدونین بودجه‌ای‌ها همگیشون چی ان؟ موقتن. پس بودجه‌ای‌ها رو همه رو برعکس میکنم میبندم، از مالی‌ها هم فقط دریافت و پرداخته. بعد تفاوت دریافت و پرداخته میره به حساب مازاد تخصیص نیافته. پس در واقع این سند ترکیب میشه بخش اول و دوم. خب چه کار کنم؟ اعتبار مصوب بستانکار بودجه‌ای بود دیگه، بدهکارش کردم. تخصیص یافته اعتبار تخصیص یافته هم باز بستانکار بودجه‌ای بود، بدهکارش کردم. اعتبار پرداخت شده بستانکار بودجه‌ای بود، بدهکارش کردم. دریافت وجوه عمومی مالی بود، بستانکارم بود، چون موقت بود بدهکارش کردم. جاری با دستگاه اجرایی باز بودجه‌ایه، بدهکاره، برای بستن من بستانکارش میکنم. درخواست وجه دستگاه اجرایی این هم چیه؟ بودجه‌ای بود و بودجه‌ای همه موقتن و بدهکار چون بود برای بستن بستانکارش کردم. درآمد پیش اعداد بچه همه سوال داده، عدداشو همه را خود سوال داده بودا. درآمد پیش بینی شده هم بودجه‌ایه و بدهکار برای بستن شد بستانکار. پرداخت وجه عمومی حساب مالیه ولی چون موقته و بدهکاره میشه بستانکار تا بسته بشه. حالا تفاوت این دوتا عدد 5,100,000 دریافت و 4,550,000 در واقع یا اینجوری در نظر بگیریم کلا برای اینکه این سوال چی بشه، بسته بشه، در واقع تراز بشه، چون تفاوت این الا این تو مصوبه هم هست. ببینید اعتبار مصوب و درآمد پیش بینی شده رو نگاه کنید چقدر تفاوت داره. 5 میلیون با 4,800 میشه 200 تا ما تو اون مازاد بودجه‌ایمون داریم و تو این دریافت ها هم داریم. برای اینکه شما اشکال براتون پیش نیاد از همین روشی که اینجا حل کردم برین اینا رو ببندین، بعد مازاده رو نگین عددش از کجا اومد، بگین عددش از تراز کردن این سند باید به دست بیاد. اینجوری بگین. چرا؟ چون میگم مشکل کتابه که اومده کل مازاد بودجه‌ای و مازاد تخصیص نیافته رو همه رو یک جا آورده توی حساب مازاد تخصیص نیافته. پس من نمیتونم تفکیکش کنم، چاره‌ای ندارم که اینجور بنویسم. بیام بودجه‌ای ها رو دیدین همه رو بستیم. خب گفتیم موقت همه رو بستیم. دریافت و پرداخت وجه عمومی هم که مالی بود و موقت بود و بستم. حالا شما بیاین بگین این سندی که اینجوری زدیم اینا بدهکارش شدن و این چند تا هم بستانکارش شدن چی میخواد تا تراز بشه، یعنی جمع بدهکارش با بستانکارش برابر بشه. فقط 350 تا میخواست.
350 تا میخواست، بهش میگیم چی میخواست؟ بستانکاری میخواست تا دو طرف برابر بشه. پس شما اول جمع بزنین، بدهکارا رو یه جا بنویس، بستانکارا رو هم جمع بزن یه جا بنویس، ببین تفاوتش چقدره. میبینی که بستانکاره مثلا فرض کن تو این سواله کمتر بوده. چقدر کمتر بوده؟ 350 تا. خب مازاد رو میای بستانکار مینویسی تا دو طرف برابر بشه. پس این شد مازاد تخصیص نیافته. حالا مانده مازاد تو میتونی به دست بیاری. خب مانده مازاد 300 تا رو خود سوال داده بود. ببین بچه‌ها اون 300 که سوال داده بود من نبستم ها. ببین سوال یه بار دیگه نگاه کنیم. صفحه 19 رو نگاه کنیم. 300,000 مازاد تخصیص نیافته رو من نبستم، من فقط حسابای موقت ها رو بستم که شامل بودجه‌ای ها بود و مالی های موقت. مازاده گفتم ترکیبی شده اینجا تو کتاب شما، یعنی هم موقت هم دائمی رو ریخته توی حساب. پس شما نمیتونی خود این رو ببندی، این 300 رو نباید ببندی، چون الان هم موقت توشه هم دائمی توشه. پس تنها کاری که میتونی بکنی اینه که این حسابا رو بیای با هم ببندی، تفاوت سندت بشه مازاد تخصیص نیافته که شد 350. دیدین 300 تا هم مانده داشت بستانکار. پس اینم که اینجا 350 تا باز بستانکار شد، پس مانده میشه چقدر؟ میشه 650,000 تا مانده پایان دوره. حالا میای این رو میبندی. بستن حسابای دائمی چجوری انجام میشه؟ خب نگاه کنید تو این سواله چه حساب دائمی دیگه داشتیم. یه بار دیگه من برگردم به سوال. صفحه 19 رو باز نگاه کنید بچه‌ها. یه بار نگاه کنید صفحه 19 تونو. حسابا کدوم دائمی بود؟ دیدین جاری، درخواست، درآمد، اعتبار مصوب، تخصیص یافته، پرداخت شده، اینا موقت بود. یه بانک بود دائمی بود، نگاه کنید 650. یه مازاد بود که ترکیبی بود، دریافت و پرداخت هم که موقت بود و بستیم. پس فقط دائمی میمونه بانک و مازادی که ترکیبی است باید خالصش کنیم. بانکتون رو نگاه کنید 650 تا. حالا بیاین سراغ ثبت دائمی هامون. پس مازاد رو هم من به دست آوردم شد 650، یعنی 300 تا که داشت با این 350 بستانکاره شد 650 بستانکار. بانکتون هم که دیدین 650 تا بود. پس حالا با هم ببندیندشون این دوتا را. مازادی که بستانکاره میشه بدهکار، بانکی که بدهکاره میشه بستانکار. این میشه بستن حساب دائمی. سال بعد که میخوام افتتاحش کنم عین اصول یک دوباره برعکس می‌نویسم بانک بدهکار، بانک تمرکز وجه عمومی، مازاد تخصیص نیافته بستانکار 650. پس سال بعد وقتی میخوام افتتاحشون کنم دیگه میان سر جاشون میشینن. درسته؟ خب پس این میشه از این سوال. فعلا تا اینجا. نیم سال دوم 97-98 سوال تشریحی 2. مانده حساب‌های زیر مربوط به ابتدای دوره حساب مستقل وجه عمومی در خزانه‌داری کل در سال 1396 میباشد. بانک تمرکز وجه عمومی 48,000 و مازاد تخصیص نیافته 48,000. بچه‌ها نگاه کنید این همون سند افتتاحی است. پس سند افتتاحیه هست که من بانکم 48,000 تا باید بدهکارش کنم، مازادم هم 48 تا بستانکار. این دوتا حساب دائمی بودند و از سال قبل اومدن امسال. پس سندش میشه چی؟ میشه بانک تمرکز وجه عمومی بدهکار 48,000، مازاد تخصیص نیافته 48,000 بستانکار. پس این یه سند من. بعد عملیات زیرم اتفاق افتاده که من اینا رو یه دور از روش میخونم، بعد دیگه وقتی میخوام سندا رو بزنم چون شماره گذاشتم شما میتونین بدونین دیگه برگردین فوقش به اینا. ببین یه بار از روشون بخونم. طی سال عملیات زیره: 1. ابلاغ بودجه مصوب خزانه‌داری کل بالغ بر 750,000 درآمد پیش بینی شده و 744,000 اعتبار مصوب. ثبتش میشد چی بچه‌ها؟ میشد درآمد پیش بینی شده بدهکار، اعتبار مصوب بستانکار، تفاوتش هم میشد مازاد، حالا بهتر بود بگیم بودجه یا همون تخصیص نیافته طبق کتابتون. 2. ابلاغ تخصیص اعتبار معادل 90% مصوب. مصوب 744,000، 90%ش رو باید تخصیص ثبت بزنین که میشد جاری با دستگاه‌های اجرایی بدهکار و اعتبارات تخصیص یافته بستانکار. حالا بعد نشونتون میدم سندا رو. 3. دریافت تنخواه‌گردان از بانک مرکزی 50,000 که این گفتیم ثبت مالی نداره، فقط ثبت بودجه‌ای نداره، فقط ثبت مالی داره. ثبت مالیش هم میشه بانک تمرکز وجه عمومی بدهکار و تنخواه‌گردان خزانه اسمش میشد، این که میرفتیم قرض میکردیم بستانکار. بعد وصول درآمد توسط خزانه گفتیم ثبت
بودجه‌ای نداره. فقط ما پول که میگیریم میگیم بانک تمرکز وجوه عمومی بدهکار پول گرفتیم، به جای اینکه بگیم درآمد میگیم دریافت‌های وجوه عمومی. این هم میشه 700,000. بعد مورد پنجم تامین اعتبار طی سال 650,000. بچه ما برای تامین اعتبار به ثبتی که بخوایم توی خزانه بزنیم نداره. ما تو دستگاه‌های اجرایی اینا ثبت تامین اعتبار انجام میدیم. تو خزانه فقط 3 تا ثبت داریم. یکی در واقع همون تصویب بودجه هست، یکی تخصیص بودجه هست، یکی هم پرداختشه. دیگه تامین اعتبار جدا ثبت نداره، ولی تامین اعتبار تو دستگاه‌ها ثبت داره. مورد 6 گفته پرداخت 120 تا تنخواهگردان که تنخواهگردان داده به دستگاه‌های اجرایی و 500 تا هم پرداخت داده به دستگاه‌های اجرایی که اینم دیدین دیگه ثبت بودجه‌ایشون میشد درخواست وجه دستگاه اجرایی و اعتبارات پرداخت شده، ثبت مالیشون هم میشد بانک خزانه کم میشد تو هر دوتا و برای این میشد تنخواهگردان دستگاه اجرایی، برای 500 تاه میشد چی؟ پرداخت‌های وجوه عمومی. باز توضیح میدم. مورد 7 برگشت تنخواهگردان خزانه به بانک مرکزی. تنخواهگردان خزانه ببینید 50,000 تو مورد 3 گرفته بودیم، حالا میخوایم پسش بدیم، خب همون ثبت رو برعکس میکنیم، بودجه‌ای که نداشت، مالیش هم میشد چی؟ حالا که پس میدیم بانکمون کم میشه، بانک تمرکز وجوه عمومی، و تنخواهگردان خزانه هم بدهکار میشه. بعد گفته تصفیه تنخواهگردان دستگاه اجرایی در پایان سال با واریز 100,000 وجه نقد و ارائه اسناد هزینه برای مابقی. خب تنخواهگردان دستگاه اجرایی رو نگاه کن چقدر بود؟ 120 تا. میگه اینم تصفیه شد. خب ثبت مالیش میشه چی؟ تنخواهگردان دستگاه اجرایی که بدهکار بود حالا میشه بستانکار 120 تا و چی بدهکار؟ گفته با واریز 100 تا وجه نقد و اسناد هزینه. یعنی من در واقع 100 تاشو دارم پس میدم، مابقیش رو دارم پول میگیرم. این یه جورایی اومده دستگاه و چیز رو قاطی کرده با هم دیگه که حالا ثبتاش رو اینجا نشون میدیم. پس گفته مطلوب است انجام ثبت‌های مربوط به رویدادهای فوق در دفتر حساب مستقل و تهیه صورت تغییرات در مازاد. حالا یکی یکی میام اینجا ثبت‌ها رو براتون توضیح میدم. شماره اول ثبت افتتاحیه مالی هست که دیدیم فقط بانک مونده بود و مازاد، دوتایی هم 48,000. پس بانک تمرکز وجوه عمومی میشه 48,000 بدهکار، مازاد تخصیص نیافته میشه 48,000 بستانکار. مورد دوم چی بود؟ مورد دوم درآمد پیش بینی شده و اعتبار مصوب را داده بود و گفته بود که ثبتش انجام بدین. دیدین درآمد پیش بینی شده 750,000 بود، اعتبار مصوب 744,000 و تفاوت این دوتا میشه مازاد تخصیص نیافته. 750 منهای 744,000 میشه 6,000 تا. مورد دوم چیه؟ ببینید مورد دوم اومد گفت 90% از اعتبارات مصوب رو تخصیص دادیم. 744 تا اعتبار مصوب ما بود دیگه، 90%ش میشه 669,600. پس ثبتش میشه جاری با دستگاه‌های اجرایی 669,600 بدهکار، اعتبارات تخصیص یافته 669,600 بستانکار. مورد 3 چی بود؟ تنخواهگردانی بود که رفتیم از خزانه گرفتیم. بچه پشت اینا هم باید بنویسین مالی هست یا بودجه‌ای. دیدین دیگه تا اولی ثبت افتتاحی مالی بود، اما تصویب اعتبار و تخصیص چی بود؟ بودجه‌ای بود. حالا می‌خوایم تنخواهگردان خزانه گرفتیم، ثبتشو بهتون گفته بودم دیگه. شما ثبت بودجه‌ای ندارین، فقط مالی پول میگیرین از بانک مرکزی، بانک تمرکز وجوه عمومی بدهکار، و اینو به عنوان بدهی نشون میدین، میگین تنخواهگردان خزانه 50,000 بستانکار. و مورد چهارم گفت که دریافت‌ها درآمدهای عمومی رو وصول کردیم، پس بنابراین میشه بانک تمرکز وجوه عمومی 700 تا و به جای اینکه بگیم درآمد میگفتیم چی؟ دریافت‌های وجوه عمومی 700 تا. این سندم فقط مالی بود دیگه، بودجه‌ای نیاز نداشت. مورد پنجم گفتم بهتون تامین اعتبار توی خزانه اصلا ثبتی نداره، ما فقط یه ابلاغ بودجه داریم، یه تخصیص بودجه و یه پرداخت. دیگه خودمون تامین اعتبار نمی کنیم. تامین اعتبار رو کی انجام میده؟
خود دستگاه‌های اجرایی و وزارتخونه‌ها انجام میدن، نه خزانه. مورد ششم اومد پرداخت رو انجام داد به دستگاه‌ها. یه پرداختی انجام داد، دیدین که گفت 120 تا تنخواه داریم بهشون میدیم، 500 تا هم پرداخت بهشون میدیم بابت حقشون، یعنی پرداخت قطعی بهشون داریم انجام میدیم. خب کلا خزانه چقدر خالی شد؟ 620 تا کم شد. چرا؟ چون 120 تا تنخواه گردان دستگاه اجرایی ایجاد شد و 500 تا پرداخت‌های وجوه عمومی ایجاد شد. این ثبت مالیه مورد 6. اما مورد 6 ثبت بودجه‌ای هم داره. ما گفتیم هیچ پولی به دستگاه نمیدیم مگر اینکه التماس کنه و درخواست کنه. پس بنابراین 620 تایی که حالا بهشون دادیم، چه به عنوان تنخواه چه به عنوان پرداخت قطعی، باید درخواست بده تا بهش داده باشیم. پس درخواست وجه دستگاه اجرایی بدهکار اعتبار پرداخت شده میشه بستانکار. معمولا هم بچه‌ها اول ما درخواست میدیم بعد پولا رو میگیریم دیگه، ولی حالا ثبتا رو من یک جا زدم اما دلیلش نمیشه. ببینید ما درخواست میدیم، هر وقت پول اومد اون وقت این ثبتا رو میزنیم، هر دو تا ثبتا اون وقت میزنیم، منظورم اینه ها. خب پس مورد هفتم چی بود؟ مورد هفتم گفت که اون تنخواهی که از بانک مرکزی گرفتیم و پس دادیم. دیدین که بانک مرکزی را وقتی ازش تنخواه میگرفتیم ما اصلا چیکار نمی‌کردیم؟ ما نمی اومدیم تنخواهی که ازش میگرفتیم نمیدونیم ثبت بودجه‌ای بزنیم براش، برنامه‌ریزی گفتیم نمی‌کنیم. پس ثبت مالیشو برعکس می‌کنیم دیگه. اون وقت ما گفتیم بانک و تنخواه، حالا میگیم تنخواه بدهکار، تنخواه گردان خزانه، بانک تمرکز وجوه عمومی بستانکار، هر دو هم 50,000. مورد 8 چی بود؟ مورد 8 این بود که گفت تنخواه گردان دستگاه اجرایی رو بیاین تسویه کنین. به اندازه چقدر؟ 120,000 تا بود. گفت 100 تاشو برمیگردونیم، مابقیش هم گذاشتیم پا هزینه ها. پس اون 100 تاشو که برمیگردونیم، تنخواه گردان دستگاه اجرایی که بدهکاره برای تسویه شدن میشه بستانکار کلا 120 تا. اون 100 تاشو که برمیگردونیم بانک خزانه زیاد میشه، چون از دستگاه ها داره پولا رو پس میگیره دیگه. ببین تنخواه گردانی که در اختیار دستگاه گذاشته بود حالا داره پس میگیره. پس تنخواه گردان دستگاه اجرایی که بدهکار بود میشه بستانکار، بانک تمرکز وجوه عمومی میشه بدهکار و اون مابقیشو گفت بزن پا هزینه، خرج شده، اسناد هزینه باش داره، پس میزنه به پای پرداخت وجوه عمومی. پس ببین خود خزانه که خرج نمیکنه که، میگه این به عنوان هزینه‌های این دستگاه هاست، پس به عنوان پرداخت وجوه عمومی میگیردش. حالا ثبت بودجه‌ای چقدر بابت این انجام بدیم؟ پس بنابراین باید چقدر اینو پس بدیم، چقدر این پول پس داده شد به همون میزان فقط ثبت بودجه‌ای را برعکس کنیم. ببینین از کل 120 تا فقط 100 تاش انگار پس داده شد، 20 تاش پس داده نشد دیگه، نگاه 20 تاش خرج شد. پس من فقط به اندازه 100 تاشو بودجه‌ایشو برعکس میکنم، چون فقط 100 تاشو پس دادم به خزانه. پس میشه اعتبارات پرداخت شده بدهکار، درخواست وجه دستگاه اجرایی بستانکار. چون که چی شد؟ فقط 100 تاش پس داده شد، ثبت بودجه‌ای به اندازه 100 تاش برعکس میشه اینجا. حالا دیگه من میتونم صورت دریافت و پرداخت یا تغییرات مازاد ایجاد بکنم. صورت دریافت و پرداخت یا تغییرات مازاد چیه؟ صورتی است که مازاد اول دوره را میرسونه به مازاد پایان دوره. فرمولش رو اینو یاد بگیرید. مازاد اول دوره همونی بود که تو سند افتتاحیه داشتیم. خب پس مازاد اول دوره رو می‌نویسیم. حالا کل دریافت‌های وجوه عمومی، خود این سوال داده بود 700 تا. منهای پرداخت‌های وجوه عمومی هم شد 520 تا. چرا؟ چون یه 500 تا دیدین خودش گفت پرداخت، یه 20 تا هم از اون تنخواه گفت خرج شد. پس کلا چقدر خرج شد؟ 520 تا. پس 700 منهای 520 تا خالص تغییرات طی سال میشه 180 تا. پس 700 منهای 520 میکنیم میشه 180 تا مثبت، با 48 تای اول دوره که جمع کنیم میشه مازاد پایان دوره 228,000 تا، که این دیگه مازاد پایان دوره مالی هستش بچه‌ها. با این فرموله که بری فقط مازادی که مالی و دائمی هست رو به دست میاری. اما اگه ترازنامه بخوای تشکیل بدی که فقط حسابای دائمی و مالی همیشه توش میاد، بانکتون مانده اگر بگیریم شده 228 تا، مازادمون هم که دیدیم شد 228 تا و دو طرف برابره. بانکمون رو باش این کارا رو کردیم. یه 48 تا اول بار مانده داشت تو افتتاحیه،
یه 50 تا گرفتیم از بانک مرکزی، 700 تا هم درآمد داشتیم، 100 تا هم پول بهمون پس داده از محل تنها گردان دستگاه اجرایی، 620 تا خرج کردیم به دستگاه ها دادیم، یه 50 تا هم دوباره اون تنخواه بانک مرکزی رو تصفیه کردیم. کلا شما مثل اصول 1 مانده‌گیری کنین، مانده بانکتون هم میشه 228,000 تا. پس بنابراین تا اینجا این هم شد 228,000. پس همین دوتا حسابم هست که ترازنامه رو باش تشکیل دادیم. خب این سوال کامل شد. اگر اشکال داریم بفرمایید. امروز تا همینجا کافیه، تا سر صفحه 20